حسن آقا، الان شرایط ازدواج میدونی که خیلی سخت شده برای جوونای ما. شما به عنوان یه روحانی به من بگو که تا کی جوونای ما باید تقوا پیشه کنن و پاکدامنی تا بتونن خودشون رو حفظ کنن؟ اصلا تقوا پیشه کنن مفهومش این نیستش که بیخیال بشن. به شما میگن تقوای شکمت رو رعایت کن، یعنی کثیف نخور، حرام نخور که این جزء فطرته. باید هم تلاش بکنن این اتفاق به وقتش بیفته. من نمیشه الان گرسنه‌ام باشه شما بگی که من 10 سال دیگه بهت غذا میدم، 10 سال دیگه من مردم یا انقدر آتشخال خوردم که دیگه اون وقت اشتها ندارم غذای سالم بخورم. الان راهکار شما، پیشنهاد شما چیه برای کسایی که شرایطشون سخته؟ نه، خانواده‌ها یه ذره توقعاتشون رو بیارن پایین. مثلا میتونیم یه مقدار دوران نامزدی رو طولانی‌تر بکنیم تا وسایل زندگی آماده بشه. یه وسایل مختصر برای زندگی، مثل زندگی دانشجویی دیگه، یعنی خیلی مفصلش نکنیم که پسش بر نیاییم و گرفتاری برامون درست بشه. دوران نامزدی رو تا سن 70 سالگی ما میتونیم کشش بدیم. نه حالا اونقدرم دیگه نه، مثلا 60 سالگی که 60 سالگی هم میشه دانشجو بود و دانشجویی زندگی